ساعت به وقت پراگ رسیده هست. بینندگان عزیز و در چند دقیقه دیگر من کوشش میکنم برای شما سرخطهای خبری روز رو بگم و البته یادتان نرود که بعد از 3 ساعت دیگر با شما ملاقات خواهیم داشت، بازم در پخش مستقیم و در برنامه خبری با تفصیلات موضوعهای امروز تاجیکستان و جهان. برای لاتوکوب جواب میگوید و چرا کارلین مارکاریان به پیشخدمت حمله کرد. رئیست شهری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت جوان خبر داد که در لاتوکوبی یک زن توجیک انیکترش پیشخدمت قهوه‌خانه سیمسیم متهم می‌شود. و گفته این نهاد نشر نواری لاتوکوبی بیرحمانه زن از سوی این جوان که توسط سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی راه یافت باعث واکنش تندی کاربران گشت. در پی این جوان را دستگیر کردند و تفصیلات را در برنامه خبری برایتان پیشنهاد می‌کنیم. میلیون ها روبل سوداگران تاجیک به کام آتش رفت. ظاهراً سوختار در بازار شهری ماگنیتوگورسک صدها مهاجرین تاجیک را زیر بار قرض قرار میدهد. علنگه نصف شبی 1 ایول دکانها را همراه با مالش نابود کرد. 90% سوداگران بازار یارمارکه مرکزی را تاجیکان تشکیل میکردند و بعضی ها در این سوختار همراه با مال همچنین شناسنامه و دیگر حجت‌ها و پولهایشان را که در مغازه نگه می‌داشتند از دست دادند. کاربران آزاد ویدیو نوارها را از لحظه سوختار در اختیار ما گذاشتند و در برنامه خبری می توانید تماشا کنید. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ. شماره زیادی سیاحان از گوشه های مختلف عالم به شمال چیلی سفر کردند تا روز سه‌شنبه 2 ایول معجزه گرفتن آفتاب را تماشا کنند. گفته می شود که سیاحان و نجوم شناسان چند ماه پیش مهمانسراها و رصدخانه منطقه کوکوئیمبو را برای تماشای گرفتن آفتاب بند کردند. در نوبت خود ساکنان شهر لا سرینا از توجه سیاحان و مهمانان خارجی به وجد آمدند. این یکی از دیگر موضوع برنامه امروزی ما خواهد بود. برای معالجه آسیای 6 ساله دستگاه مخصوص لازم بوده است. در این باره پروفسور آلمانی در صحبت با همکاران ما گفته است آسیای 6 ساله تقریبا 2 هفته پیش با 65% بدن سوخته به بیمارستان برده شد و حالا وضعیتش معتدل وزن میانه ارزیابی می شود. اما ادگار بیمر پروفسور شناخته ساحه جراحی که از آلمان یک روز پیش به تاجیکستان آمده است میگوید برای ادامه معالجه به یک دستگاه مخصوص نیاز بوده است. این چه دستگاه است و چقدر نرخ دارد در برنامه تفصیلات میدیم. ضمن قضیه آتش زدن آسیا را فعلا دوستانه نویای سینو تحقیق دارد. مقامات کارهای داخلی 3 نابالغ ساکن جماعت 4 یکاران نویای رودکی را در این حادثه متهم میدونند. و با توجه به آنکه امروز در مرکز ملی تستی سپاریدن امتحانها برای شامل شدن به مکاتب عالی و آموزشگاه‌های کشور آغاز شده است، در این باره هم فکر میکنم گزارش خواهیم داشت تا ببینیم امسال در مرکز ملی تستی برای داوطلبان چی طلبات نو برآمده شده است. سال هفتم است که مرحله ثبت و امتحان سپاری داوطلبان در مرکز ملی تستی صورت میگیرد، اما اسم آنهایی که به دانشگاه ها راه میبرند در ماه آگوست معلوم میگردد. خب بینندگان عزیز، این تنها چندی از مطالب بود که من برای شما گفتم. خبرهای از این بیشتر نیست هست که در برنامه خبری تقدیم شما میشود. ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو همه شما را منتظر میشویم.